زندگی را نمی‌شود کنترل کرد. باد را نمی‌توان در مشت گرفت. باران را نمی‌توان به قفس انداخت. عشق را نمی‌توان زندانی کرد. اعتماد را نمی‌توان اجباری ساخت. آدم‌ها را نمی‌شود به زور نگه داشت. نور را نمی‌توان به شب تحمیل کرد. سایه را نمی‌توان از خود جدا کرد. خوشبختی را نمی‌توان رو بود و حقیقت را نمی‌توان به دل دیگری انداخت. زمان هرگز نمی‌ایستد تا تو آماده شوی. زندگی صبر نمی کند تا تو برای زیستن حاضر شوی. زندگی را نمی توان کنترل کرد. هر تلاشی که برای فرمان دادن به آن می کنی تنها بازی با توهمی بیش نیست. کنترل آینه‌ای است که انسان با غرور بیمار خود ساخته. کنترل توهم انسانی است که عقده خدا شدن را در دلش بزرگ کرد. توهم کنترل آینه عقده خدا شدن انسان است. غروری بیمار که می‌خواهد به جای تقدیر بنشیند و به جهان فرمان دهد. انسانی که خود را خدا می‌بیند فراموش می‌کند که حتی یک لحظه از نفس کشیدن توسط جهانی بزرگتر از هر اراده رقم می‌خورد. انسان وجودی است که از خلای درونش آتش مطلق می‌سازد. او می‌خواهد خالق باشد، خدا باشد و مرزهای جهان و دیگران را به اراده خود تغییر دهد. اما این عقده خدا شدن نه قدرت است و نه عزت. این تنها فریادی است از ضعف پنهان، از ترس رهایی نیافتن. توهم انسانی که عقده خدا شدن و خدا بودن دارد. او بازیگر و زندانی یک نمایش تراژیک است در نقش خدای مطلق. قدرت واقعی در شناخت محدودیت است، در پذیرش اینکه جهان و انسانها هرگز قابل فرمانروایی مطلق نیستند. عقده خدا شدن انسان را کور می کند. او را از عشق، همدلی و حقیقت جدا می کند. بزرگترین خرد پذیرش این حقیقت است که هیچ دستی جز دست زمان بر سرنوشت تو سایه نمی اندازد. رهایی تنها راه همراهی با اوست. پذیرش آنچه نمی توانی تغییرش بدهی. برخلاف میل تو جهان همیشه مسیر خودش را می رود. یادت باشد که هرچه بیشتر از حد بخواهی کنترل کنی بیش از حد از کنترلت خارج می شود. چرا که زندگی را نمی توان کنترل کرد.